محوطه جریمه مسی داخل محوطه، حالا لیونل مسی و به بیرون میزنه این بازیکن. برای مسی فرصت عالی، پاس کوتاه داخل محوطه جریمه، اشتباه مدافع توی دروازه، گل برای تیم بارسلون. اشتباه مدافع اتلتیکو مادرید و توپ نیمار. حمله تیم بارسلون، لوئیس سوارز دریبل دو طرفه قشنگ، سوارز پاس عالی داخل محوطه و توی دروازه. نه یه گل نشد از زاویه. داره پاس برای مسی داخل محوطه جریمه، مسی زاویه اونجا بسته هست، واسه خود مسی حالا ساس بلند روی دروازه با حالا مدافعانه کنه خود مسی پشت محوطه، پاس عالی لوئیس سوارز و توی دروازه. اینم گل دوم، بارسا 2 اتلتیکو 3. همه کار کرد. نه مانجوکیچ پای داد یواش میزنه توی دروازه. گل برای اتلتیکو مادرید، بازی 2-1 شد. نیمار توی دروازه داخل محوطه جریمه، زاویه لیونل مسی و حالا گرفت توپو مویا. یه پاس عالی راکتیچ داخل محوطه مسی، نیمار هم شد، حالا مسی و توی دروازه. توی دروازه گل سوم رو بارسا میزنه و مسی دروازه تیم. برای دیدن خلاصه بازی‌های بیشتر پیج فوتبال 11 رو فالو کنید.